این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای گیر کرده تو گل که اومد پای قمار ضربه زدن به دشمناش ولی بدجوری باخت. کسادی بازار دهه زجر رو تبدیل شدن نمایش وحدت به یک شنبه تلخکامی. خامنه ای از اوایل بهمن در حال مهندسی حمله بود و دار و ندار تروریستیش رو ریخته بود تو فرقون یک عملیات عظما. اما زوار در رفتگی پاسدار مختار نوری مالکی بیش از اونیه که بتونه دردی از ولی فقیه درمان کنه. خودش یکی رو میخواد که جمع و جورش کنه. بای 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 نور المالکی بای بای. از اون ورم بخش خارجی تیوی ریش یعنی پرس تیوی دست گل به آب، در حالی که هنوز هیچ گزارشی از کم و کیف قضیه منتشر نشده بود و حتی دولت عراق ادعا میکرد که هیچ جزئیاتی از قضیه نمیدونه، با نقشه و عکس هوایی محل شلیک رو نشون داد. ظاهراً یه نسخه از گزارش نیروی قدس رو اشتباهی برای اینها فرستاده بودن. اگه جلوش رو نمی گرفتن اسم کوچیک نفرات شلیک کننده و شماره شناسنامه‌هاشون رو هم میداد. خامنه ای کیسه گشادی برای خودش دوخته بود ولی دوباره سرش خورد به سنگ که چه عرض کنم. بعد از بسیج یک ماهه تمام دم و دستگاه تبلیغاتی نظام برای دهه زجر با قدرت کامل در راهپیمایی شرکت میکنیم. دعوت به یک حضور معنادار. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه جداگانه برای مشارکت پرشور و فعالانه در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند. 22 بهمن خب خیلی مهمه. 22 بهمن همه شرکت انشاءالله بکنن. دشمن همین را می‌خواهد تا ببیند تحریمش تو را سست کرده. بالاخره کوه موش زایید و کسادی مراسم 22 بهمن فلاکت خامنه‌ای رو خوب نشون داد. قرار بود فیل هوا کنن ولی از باروت نم کشیده ولایت بی بخار خامنه‌ای چیزی در نیومد و بیشتر روی سر خودش خراب شد. البته از حق نگذریم، عظما هیچی کم نذاشته بود. تو بالماسکه امسال جونورایی رو آورده بودن که تو کشتی نوح هم نمونهشون پیدا نمیشد. راهپیمایی 22 بهمن یعنی چند ساعت وقت دارین تا کاری که از دستتان برمیآید برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن یک جشن ملی انجام بدید. بعضیا امسال گفتن کسی نمیاد، فتوشاپه. ما فقط دلمون خوشه امروز آقا این تصاویر رو ببینه. خیلی جالب بود واسم، اولین باره که توی 22 بهمن کار میکنم. یک شنبه همه ایران رنگارنگ رنگ وحدت گرفته بود. چه وحدتی! تو خود نظام هفته پیش میگفتن یک شنبه سیاه، این هفته گفتن یک شنبه تلخکامی. تو جنگ گورکا اونقدر به هم لنگ و لگد زدن که تأثیرش رو توی خبر تو خبر هم گذاشت و یک بخش جدید برای دعواهای درونی نظام را انداختیم به اسم جفتکستان. تو جفتکستان نظام چه خبر بود؟ هیچ، مثل قبل، ولی یک کمی آتیشی تر. بعضی ها دانسته یا ندانسته در زمین دشمن بازی می کنند. این اختلافاتی که گاهی توسط بعضی از بداخلاقی های سیاسی در داخل شکل می‌خوره. اینجا از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌کنم با مقصران و تهیه کنندگان آن فیلم طبق مقررات برخورد نمایند. بهاری که از آن بوی انحراف به مشام میآید نیامده خزان است، پاییز است
که سقوط طمعکاران ثروت و شفتگان قدرت خواهد شد. در زمان بالاترین فشارهای تحریمی که در عمر تاریخ دنیا بی سابقه بوده، اتفاق ناپسند و زشت با این حساب آنچه در 15 بهمن یکشنبه سیاه مجلس اتفاق افتاد در شأن این نظام نبود. هیچ کس تا حالا نتونسته کلاه سر احمدی نژاد بذاره. این رفتارهای زنجیره‌ای تریکه فتنه 92 نمی باشد. برنامه‌های تیوی ریش تو دهه زجر هیچ خاصیتی که نداشته باشن حداقل به درد معرفی نقش بلا جایگزین چهره‌های شاخص نظام میخورن. مثلا این جناب سرهنگ از فرماندهان نیروی هوایی و از شاخص‌های شجاعت در نظامه. ایشون در اوج مبارزهشون در تظاهرات میلیونی عید فطر 57 عکس میگرفتن. اما چطوری؟ از خودشون بشنوین تا باورتون بشه. بله این عکس‌ها رو راهپیمایی عید فطر تابستان 57 خیابان رضا شاه سابق پل کالج. بله اینها رو همونطور که ملاحظه می‌کنید ما خب میترسیدیم. راست میگی. ملاحظه میکنیم که خیلی میترسیدی. آثارش هنوز هم تو رنگ و رود پیداست. و حتی من دوربین همیشه داشتم عکس میگرفتم ولی هیچ موقع جرئت نکردم به کسی بدم بگم یه عکسم بگیر من توش باشم، چون به هر حال میترسیدین لو بره. در مسیر مردم زیاد بودن، این دوربین های فیلم برداری، دوربین عکاسی داشتن، اینا رو همه از دستشون میگرفتیم و فیلمشون در میآوردیم میسوزوندیم که کسی فیلم نگیره از ما. عجب در و تخته‌ای به هم جور شدن. رهبرشون که اون دجال باشه، فرماندهان نظامیشون هم باید همین شجاع و دوله ها باشن. نظام الهی بعد از فرستادن میمون به فضا و برگردوندن یه میمون دیگه و فرستادن یه میمون به مصر، یه شاهکار موندگار خلق کرد که خیلی جای بحث و تعمق در مورد ابعادش هست. اردوی تیم ملی تیراندازی تشکیل شد. مربی خارجی هم براشون استخدام شده. فقط یه مشکل کوچیک هست. بله، ملی پوشان تیراندازی کشور ما در اردوی آماده سازی برای شرکت در رقابت‌ها هستن، اما هیچ گلوله‌ای در تفنگ اونها وجود نداره. بله، از اوایل سال تقریبا بدون فشنگ، ولی مجبوریم که خوشکار کنیم. بدون فشنگ میشه خوش ها؟ بله. یعنی هر روز این همه آدم گنده در سطح تیم ملی وای میسن جلوی اهداف و ادای تیراندازی در میارن. مربی خارجی هم به کارشون یعنی به اداشون نظارت میکنه. میگن صدای کیو کیو هم در میارن. شاید از شدت صلح طلبی نظام بوده که نخواسته گلوله حتی برای مسابقات تیراندازی شلیک بشه. شاید هم باید اعضای تیم رو بفرستن سوریه و یمن و مالی و سومالی تا به این کاروانهای سلاح و مهمات قاچاق نظام بگن یک کمی از اون مهمات نظاممون رو بدین به ما، تمرینمون رو بکنیم. به هر حال با الگو قرار دادن این تجربه میشه نهادهای دیگری رو هم راه اندازی کرد. مجلس قانونگذاری نظام. این که اون وسط نشسته شیخ عطار سفیر نظام تو آلمانه و بیشتر روی کارهای تروریستی متمرکز بوده. هفته پیش تو کنفرانس امنیتی مونیخ نشون داد که آب ندیده وگرنه شناگری در حد سفیر نظام در برزیل. ایشون هم رئیس حزب سبزهای آلمان خانم کلادیو راس هستن. قضیه رو از تکذیبیه آقای سفیر تو رسانه‌های نظام شروع می‌کنیم. سفیر ایران در برلین هر گونه مصافحه و دست دادن با خانم کلادیو راس رئیس حزب سبزهای آلمان رو به شدت تکذیب کرد و گفت من دستم رو به نشانه احترام بلند کردم و خانم راس نیز دستش رو بلند کرد، ولی هیچ ملامسه‌ای صورت نگرفت. شیخ عطار در پاسخ به این ادعا که گفته شده او و خانم راس دستان خود را با شادی به هم زده و های فایو انجام دادند گفت این اقدام ویژه جوانان و ورزشکاران است. سن و سال و موقعیت هیچ کدام از ما دو نفر ایجاب نمی کند که چنین اقدامی انجام دهیم. چنین رفتاری پسندیده نیست. راست میگه، اصلا پسندیده نیست. تماشا کنی. Und auch die USA hatten am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz
هیچ که نمیتونه مثل ما های فایف کنه. برای معرفی نامزدهای مشنگستان این هفته باید اول سری بزنیم به یک مغازه. این فروشنده یک کمی دیرتر از بقیه کاسب‌ها مغازش رو باز میکنه برای فروش یک کالایی. دین فروشه و مشخصاً استخاره میفروشه. سرعتش هم در حد دلال‌های بازار بورس نیویورکه. اولی با زحمت، دلهوره و معطلی درست میشه، عاقبتش خوب. دو تفاهمی نیست، به هدف نمیرسه. خیلی بده، مشکلات زیاد. اولی اگر بشه خوبه، فکر نکنم بشه. دو اگر بشه بهتره. اولی نمیشه، مشکلاتی هم داره، بده. دو بدتر، اختلافات و ناراحتی. نسبتا خوب و راحته، آیندهش هم بهتر. اولی روابط نامناسبه، بده. دو بدتر، مشکلش بیشتر. خانم بفرمایید. دو تا. اولی گرچه با زحمته ولی ضرر نمی کنید، انجام بدید بهتره. دو هم مشکل مقاومت کنید، نسبتا خوبه. سه اگر بشه تا حدودی خوبه. اما خود این آخوند جزو نامزدهای مشنگستان نیست. نامزدهای مشنگستان بقیه مشنگایی هستن که جلوش و دوروبرش نشستن. نامزد بعدی از پیشکسوت‌های مشنگستان دلقک نظامه با یک قرائت جدید از ضرورت مبارزه با آزادی که جون میده برای سردر سازمان‌های حقوق بشری جهان. معنای آزادی جوان یعنی بی‌بندوباری. شما بیا تو هر استاد، تو هر کشور دنیا بیا راست استاد یعنی چی کن؟ بگو من بخوام آزاد بشم، یه غلط کردی آزاد بشی. در پایان توجه شما رو به حرکات یک نظامی جلب می‌کنیم که هرچند ممکنه در خط مقدم چندان کارایی نداشته باشه ولی در پشت جبهه کل پادکان رو سرگرم کرده.